سلام. بچه ها خوبین؟ بچه ها قوچان و جاده قوچان شیروان دارم میام. خب سرعتم هم 120 تاست. بعد یه لحظه اومدم یه دونه رنو پیکه جدی داشت با سرعت 130 تا ازم سبقت گرفت. داشته باش چجوری راه میره این رنو پیکه. نگاش کن، اینه جلوی منه. میبینی؟ دمش گرم خدایی. چه ماشین سالاریه، با زن بچه هست. ببین سرعت منم رو 120 تاست. خب دارم 120 تا میرم. حالا این پیکر رو ببین، به سمندیه داره چراغ میده، چراغ سبقت میده. یعنی میخوام سبقت بگیرم، سمندیه زد کنار. فکرش کن. دمش کرد. عجب شکاری زدم تو این جاده براتون. بچه سرعتم رفت رو 130. صدای بوق اختارمو میشنوی؟ نگاه کن، این سرعت من رفت رو 130. پیکه داره میره هنوز. J 567 ایران 26. دمش گرم به مولا. یعنی ماشینا رو یکی یکی داره میذاره کنار. سمن، پژو، ترلی. دمش گرم.